The pavements were filthy with litter. پیاده‌روها کثیف و پر از زباله بود. چیزایی که میخوام الان بهت بگم باید با طلا بنویسی. هیچ کی اینجوری دیتیل برات توضیح نمیده. تمام چیزی که بهت میگم راستی کپشنم برات با توضیحات کامل‌تر مینویسم. کلمه litter رو بریم ما هم آنالیزش کنیم. اگه اسم باشه به معنی زباله است. مثلا the park was full of litter. پارک پر از زباله بودش. یه معنی دیگه‌ای که داره این کلمه به معنی گروه یا تعداد زیادی از بچه‌های حیوانات مثل تولای سگ یا گربه. مثلا The dog gave birth to a litter of 6 puppies. سگ 6 تا توله به دنیا آوردش. اگر که فعل باشه معنی آشغال ریختن یا کثیف کردن یه محیط با زباله هستش. مثلا Please don't litter in the streets. لطفا تو خیابان آشغال نریز. یه معنی دیگهش پوشوندن سطحی با چیزا مختلفه. مثلا The floor was littered with toys. زمین با اسباب بازی ها پوشیده شده بودش. اگر که اسم باشه زمانی که معنی زباله هستش uncountable و قابل شمارش نیست، پس استجام بهش نمیدیم. مثلا litter is a problem in many cities. زباله مشکلی در بسیاری از شهرها هستش. زمانی که معنی گروه توله حیوانات باشه قابل شمارشه، countable. مثلا she adopted a puppy from a litter of 4. اون یک توله از بین 4 توله به سرپرستی گرفت. عبارات اصطلاحات رایجی که باشه به کار برده میشه اینه: litter bin سطح زباله، don't litter آشغال نریز، litter of puppies or kittens گروه توله سگ‌های گربه ها.